سلام بچه ها، ما تصمیم گرفتیم که آخر هفته بریم شهرستان تفرش. از طبیعت زیبای جاده هراز عبور کردیم، رسیدیم به طبیعت زیبای استان مرکزی جاده شهرستان تفرش. بعد از این طبیعت زیبا عبور کردیم، رسیدیم به روستای بازرجون. روستای بازرجون یه روستای بسیار زیبا و بافت قدیمی و سرسبز هست که در 15 کیلومتری شهرستان تفرش واقع شده. این روستا بسیار زیبا و پر از درختان توت، گلهای زیبا و مردمان بسیار با فرهنگ و عالی داره. اینم طبیعت زیبا و گلهای قشنگ، اینم صدای طبیعت، یکم سکوت. همچنان سکوت. بعد بلافاصله آماده شدیم با سولماز جون که وکیل هستن برای کارشون، رفتیم دادگاه شهرستان تفرش. تو مسیرم یه خورده شیطنت کردیم و رسیدیم به دادگاه شهرستان تفرش. بعد از کارمون رسیدیم به روستا، دیدیم یک بارون زیبایی شروع به باریدن گرفت. ما شمالی هر جا میریم این بارون رحمت رو با خودمون معمولا میبریم. ببینیم چقدر هوا تمیز، مرطوب و زیبا شده. لذت ببریم از این هوا. بعد بارون آفتاب قشنگی شد و ما هم تصمیم گرفتیم با بچه ها بریم توت بخوریم. این هست قسمت اول ولاگ شهرستان تفرش.